در سری مرورهامون بر آثار حوزه هگل پژوهی در زبان فارسی قراره در اولین مرور بریم سراغ هگل فردریک بیزر، کاری که بسیار مورد توجه جامعه دانشگاهی بوده و به عنوان یک اثر مقدماتی مناسب برای شروع مطالعه هگل شناخته میشه. امروز من قراره به نحو تخصصی همراه بشم با یکی از پژوهشگران این حوزه، جناب آقای علیرضا محقق، تا ببینیم این اثر چقدر برای این کار مناسبه و چه ابعادی داره. خب آقای محقق عزیز، لطف کردید، زحمت کشیدید و تشریف آوردید. شما کسی بودید که در پایان نامه ارشد خودتون از بیزر متأثر بودید و مفصل روی این کتاب کار کردید. من میخوام با خود نویسنده کار شروع کنم، یعنی فردریک بیزر. این مفسر مهم و برجسته در مختصات هگل پژوهی چه جایگاهی داره و مشخصاً در این اثر چه تفسیری از هگل رو ارائه داده؟ اجازه بدید من سلام عرض بکنم خدمت شما و مخاطبان فرهیختتون، تشکر بکنم بابت دعوتتون. عرض بکنم که فردریک سی بیزر در واقع از نسل دوم متخصصینیه که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی بعد از نسل بزرگانی مثل آیزایا برلین یا جان فایندلی یا جان فیندلی و البته چارلز تیلور که استاد خود بیزر هم هست، در انگلستان پرورش یافتن. این نام هایی که بردم اتفاقا همشون از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد هستن، حالا یا دوره هایی رو تحصیل در اونجا داشتن یا اساسا صاحب کرسی اونجا بودن. عرض بکنم که بیزر در سال 1980 از رساله دکتریش دفاع میکنه. عنوان رساله دکتری بیزر هست روح پدیدارشناسی، رستاخیز متافیزیک در پدیدارشناسی روح. استادان راهنماش هم آیزای برلین و چارلز تیلور هستند. خب همین عنوان رساله به ما تماتیک محوری بیزر رو نشون میده. این اثر 2005 بیزر، یعنی همین کتابی که مورد بحث امروز ما هست، در واقع همونطوری که خود بیزر اگر اشتباه نکنم در مقدمه یادآور شده، ریشه در همون پروژه دکتری ایشون داره و محصول بست ایده‌ایه که همونجا مطرح میکنه و در طی سالهای بعدش تا سال 2005 که کتاب چاپ بشه در واقع اون ایده رو پرورش میده و پخته تر میکنه. در پاسخ مشخص به سوال شما، همونطور که از عنوان رساله دکتری بیزر برمیاد و در این کتاب هم این مسئله محوریه، حرف اساسی بیزر توی این کتاب اینه که به تعبیر خودش هر نوع تفسیری از فلسفه هگل باید از متافیزیک هگل ابتدا بکنه. خب این مسئله‌ایه که امیدوارم در ادامه فرصت بکنیم یه مقداری با دقت بیشتری بهش بپردازیم. اما از حیث جریان شناسی و مختصات هگل پژوهی بیزر در چه جایگاهی قرار داره؟ خب اون مناقشه مشهور خوانش‌های متافیزیکی و خوانش‌های غیر متافیزیکی که البته خیلی قدیمی تر از زمان نوشته شدن این کتابه، بیزر از چهره‌هاییه که ورود مستقیم در اون مناقشه داره. اجازه بدید من یه خیلی گذرا اشاره‌ای به اصل مناقشه بکنم. بله حتما. در سال 1972 یکی از متخصصین مشهور هگل به نام کلاوس هارتمان که شخص بسیار شارح بسیار شناخته شده ایه، در یک مقاله‌ای تحت عنوان هگل نان متافیزیکال ویو، هگل یک دیدگاه غیر متافیزیکی، این ایده رو مطرح میکنه که اساساً اگر امروز هگل حرفی برای ما داشته باشه، اون حرف باید لزوماً با صرف نظر کردن از
بخش عمده و شاید مهمی از ادعاهای هگل فهمیده بشه. خب این مقاله بسیار جنجال برانگیزی میشه. در دهه‌های بعد از چاپش موجب ظهور یک جناحبندی کاملا روشنی میشه و تبدیل میشه به اون چیزی که در ادبیات هگل پژوهی مشهور به دیبیت بین قرائت متافیزیکی و قرائت غیر متافیزیکی. ما هم در اون مرورمون در رابطه با مدخل ریدینگ به این اشاره کردیم. من خواستم یه یادآوری کوچیکی بکنیم که به این دیبیت تحت عنوان خوانش متافیزیکی و غیر متافیزیکی یا پساکانتی اشاره کردیم. بله. تقریباً 22 سال بعد از انتشار مقاله هارتمان، بیزر یک مقاله‌ای می‌نویسه با عنوان آیا هگل یک نامتافیزیسین یا غیر مابعد طبیعه دان، حالا به هر تعبیری که به کار بریم است. اصل عنوان انگلیسی مقاله هست هگل نان متافیزیشین، در واقع پرسشی داره میپرسه از ما. توی اون مقاله بیزر دست به یک نقد خیلی خیلی تند و گزنده و سراسری بر کار 2 دهه قبل هارتمان میزنه. حتی تا اونجا پیش میره که تصویری رو که هارتمان در اون مقاله قدیمی از متافیزیک هگل برای ما ترسیم میکنه رو به کاریکاتوری از متافیزیک هگل تشبیه میکنه. میگه این تصویری که هارتمان برای ما میسازه در واقع متافیزیک هگل نیست و تلاش میکنه نشون بده که چرا این تصویر معوجه و چرا اساساً باید اصلاح بشه و چرا در نهایت نمیشه هگل رو بدون متافیزیکش لحاظ کرد و درست فهمید. درست 1 سال بعد از انتشار این مقاله بیزر، یعنی در 1996، تری پینکارد وارد مجادله میشه و یک جوابی به بیزر میده در یک مقاله‌ای تحت عنوان خوانش غیر متافیزیکی از هگل چیست؟ پاسخی به فردریک سی بیزر. و اونجا همون در واقع کار بیزر رو در مقابل خود بیزر انجام میده و فهم بیزر رو از حرف هارتمان اساساً تخطئه میکنه. اونجا پینکارد میگه بیزر اصلا نفهمیده پروژه هارتمان چی بوده. در هر صورت من نمیخوام وارد جزئیات بشم. 2 تا مقاله خیلی جالب توجه در تاریخ این دیبیت، ولی در امتداد این مناقشه مشهور که همونطور که فرمودید تو کار پول ریدینگ هم ذکری ازش به میون میاد، برداشت عمومی که شکل میگیره که من فکر میکنم ریدینگ هم در واقع در این برداشت سهیمه، اینه که بیزر رو ما باید در جناح قرائت متافیزیکال قرار بدیم، متافیزیکال ریدینگ قرار بدیم. به زعم بنده هرچند این برداشت اولیه، برداشت عمومی، لزوما یک برداشت غلطی نیست، اما شاید یک بررسی دقیق تر ما رو به اونجا برسونه که این ادعا رو نیاز داریم دست کم یه قیدهایی بهش بزنیم. به هر روی جایگاه بیزر در این مناقشه و در هگل پژوهی تقریبا میشه گفت که قابل توجهه. خب بعد از این که طبق فرمایش شما فهمیدیم بیزر کجای جریانات هگل پژوهی قرار داره، حالا ببینیم که کتاب چه جایگاهی داره در این مختصات. در واقع بیزر این چشمانداز تفسیری که فرمودید رو چطور در این اثر پیگیری کرده؟ بسیار عالی. بله، عرض کردم که ایده اساسی کتاب محوریت مسئله متافیزیک در پروژه هگله. کتاب مشتمل بر 5 بخش اصلیه و در ذیل این 5 بخش 12 فصل رو بیزر در این کتاب آورده. ساختار کتاب بسیار به نظر بنده ساختار طراحی شده و سنجیده و اندیشیده‌ایه. من فکر میکنم نیمه نخست کتاب، یعنی 6 فصل آغازین این کتاب، خیلی تعیین کننده است برای دفاع بیزر از دعویی که
در باب متافیزیک داره مطرح میکنه. خب طبیعتاً مجال این که ورود تفصیلی بکنیم نخواهیم داشت. من خیلی کوتاه اشاره بکنم به مسئله محوری این دو بخش. بخش اول تحت عنوان زمینه‌های فرهنگی و ایدئال‌های نخستین در واقع میخواد به ما اون زمین بازی رو، اون میدان برآمدن مسائلی رو که هگل رو برمی‌انگیزه تا چنین پروژه عظیمی برای پاسخ دادن به اون مسائل رو طرح بکنه نشون بده. بیزر تلاش میکنه اون زمین بازی رو به ما نشون بده. نیمه نخست زمینه‌های فرهنگی در واقع ریشه شکلگیری مسئله رو در ابعاد مختلفش به ما نشون میده. نیمه دوم بخش اول یعنی ایدئال‌های نخستین به ما ایدئال‌های اولیه نسل هگل رو به مثابه پاسخ‌هایی که به جنبه‌های مختلف اون بحران، اون مسئله داده شد از طرف اون نسل به ما معرفی میکنه. مسئله اساسی در بحث بیزر در فصل زمینه‌های فرهنگی اینه که همه در واقع مسائل، پرابلماتیک ها و بحران های نسلی رو که هگل هم به اون نسل تعلق داره که حالا بعضی از اونها رو خود بیزر به صورت زیر عنوان‌هایی در فصل در واقع نام میبره، همه اونها رو میشه محصول یک بحران اساسی دونست و اون هم بحرانیه که گریبان نهضت روشنگری رو در خصوصا در دهه 90، دهه‌ای که این نسل بالیدند، گرفته. خب نهضت روشنگری در واقع اون جنبشیه که نوید بخش ترین افقها رو برای این نسل، این عصر و این قرن در پی داشته و بحران‌هایی که براش پیش میاد که منجر به تردیدهای جدی در این نهضت میشه، در بنیان‌های این نهضت میشه، قابل درکه که چه حال و هوایی رو برای این نسل میتونه ایجاد بکنه. اون مسئله محوری در بروز بحران روشنگری ظهور تردیدها و شک‌های جدی در مهمترین ایمان و باور روشنگری، یعنی مرجعیت عقل. تک تک این بحران‌هایی که بیزر نام میبره، بحران‌هایی مثل مسئله شالوده انگاری یا به اصطلاح بحث بیشالوده انگاری به تعبیرهای حسینی، مسئله نهیلیسم، مناقشه مشهور پانتئیسم، عرض بکنم که مسئله تاریخگرایی یا تاریخی گرایی و مباحث دیگه از این دست، همه اینها به نظر میرسه حرف بیزر اینه که برمیگردن به مسئله تردید در مرجعیت عقل. خب در مقابل فصل دوم که ایدئال‌های نخستینه به یک معنا واکنش یا پاسخ این نسل برای مواجهه با تک تک این هاست. یعنی شما در یک سو برآمدن مسائل رو دارید، در این سو شکلگیری ایدئال‌ها به مثابه پاسخ‌هایی در مقابل اونها رو دارید. خب پایان بندی بخش قسمتی است تحت زیر عنوان چالش شقاق. مسئله این نسل در نهایت اینه که از هم پاشیده شدن اون تعبیر رمانتیکی که بیزر روش تأکید میکنه، یعنی وحدت زندگانی که 3 مؤلفه اساسی داره و من فکر میکنم جزء اون اصطلاحات کلیدی تفسیر هگله. این وحدت زندگانی 3 مؤلفه اساسی داره: وحدت با خویشتن، وحدت با دیگری و وحدت با طبیعت. به نظر میرسه این نسل در جهانی که جهان مدرنه، در جهانی دارن زندگی میکنن که هر 3 این وحدت ها از هم پاشیدند. فرد در جامعه مدرن نه دیگه با خودش اتحاد و یگانگی داره، نه با هم نوعانش و دیگران در جامعه وحدت و یگانگی داره، و نه با طبیعت، یعنی کاملا بیگانه از طبیعت. این 3 قسم از خود بیگانگیه به تعبیری. خب اگر چون این باشه، اون
نهایت ایدئال فائق آمدن بر مسئله این دوپارگیه. درست. خب به نظرم کار بیزر خیلی ستودنیه در این 2 فصل. دست کم من خیلی استفاده کردم و یاد گرفتم از بیزر و میپسندم این نحوه ورود رو، یعنی آغاز کردن و پا گذاشتن روی زمین سفت، اون جایی که ما با وقایع حقیقی، با مسائل مبتلا به این نسل روبرو هستیم و تفسیر کردن نظریه ها یا مسائل فلسفی به مثابه پاسخ هایی که به این مسائل واقعی زندگی داده میشه. خب از بخش اول اگر بگذریم، پایان بندی بخش اول تحت عنوان چالش شقاق تعیین کننده است برای ما، برای فهم گذار به بخش دوم. مسئله نهایی این بخش چالش شقاق اینه که فلسفه، همونطوری که خود هگل بعدها در رساله تفاوت گفت، مسئله فلسفه فائق آمدن بر دوپارگی ها، بر دایکوتومی ها در آگاهیه. خب بخش دوم که متول ترین بخش کتابه، یعنی مشتمل بر 4 فصله، در واقع این پایان بندی بخش اول به ما کمک میکنه تا بتونیم گذار بکنیم به این که چرا باید بخش دوم که سنگ بنای استدلال هگله گویای ادعای بیزر باشه و بیزر چه استدلالی در دفاع از این ادعا میکنه. بخش دوم عنوانش از متافیزیک. اتفاقی که در این بخش میفته اینه که در نهایت ما باید به این فهم برسیم که متافیزیک اون چیزی که بیزر فکر میکنه هگل از متافیزیک مراد میکنه، همون راهیه که در نهایت به ما امکان میده بر دایکوتومی یا اون شقاق اساسی فائق بیایم. بله، و 3 بخش بعدی هم مبتنی بر متافیزیک. دقیقاً. در واقع حالا از این تعابیر استفاده بکنیم. 2 بخش اول کتاب مثل زیرساختی زیربناییه که 3 بخش دیگه، یعنی اون ساحت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری و غیره، نمودها یا تعیین‌های بیرونی همینن. یک ساختار سلسله مراتبی هم اینجا وجود داره. بله. خب ما الان در همین مرور خیلی مختصری که داشتیم و من میدونم شما نکات مفصلی دارید در رابطه با همین سیری که در واقع مرور کردیم، جای یک چیزی خیلی خالی به نظر میاد و هر کسی آشنایی کمی با فلسفه هگل داشته باشه احتمالاً احساسش میکنه. اون هم منطق هست. دقیقاً اون بخشی از نظام هگلی که مورد تمرکز خود شما هم هست و الان در واقع پروژه تحصیلات تکمیلی شما هم بر این حوزه است. اگر میشه به ما توضیح بدید که چرا منطق هیچ فصل مجزایی بهش اختصاص داده نشده در این کار بیزر، چون واقعا برای خود من خیلی جای سوال بود. بله، اجازه بدید یه نکته رو که شاید یه پاسخ قبلیم رو کمی اصلاح بکنه یا تدقیق بکنه رو اضافه بکنم. در واقع در راستای پاسخ به این پرسش اخیرتون عرض میکنم. در واقع اون جایی که به نظر میرسه با نگاه اولیه به سرفصل‌های کتاب بیزر باید بحث منطق هگل رو مطرح بکنه، بخش سوم کتاب یعنی بنیان‌های معرفت شناسی. این چیزی که میخواستم اصلاح بکنم اینه که این بنیان‌های معرفت شناسی اون وقت اگر همون تعبیر زیرساخت و روساخت یا زیربنا و روبنا رو حفظ بکنیم، یه جایگاه خیلی خیلی مهمی داره، یه جایگاه بینابینی داره که اتفاقا خیلی خیلی دلالت داره در مناقشه بین خوندن متافیزیکی و خوندن غیر متافیزیکی. بله، من باهاتون کاملا موافقم. یعنی این بخش مشتمل بر دو فصل، فصل دیالکتیک و فصل خرد و بین الاذهانیت اگر اشتباه نکنم. فقط فکر میکنم تو بخش دیالکتیکه که هگل، معذرت بخوام، بیزر یه اشاراتی به منطق میکنه و من فکر میکنم این کاستی بزرگه. در مقدمه عرض میکنم خود اثر خود بیزر اشاره به این کرده که این کتاب
باید خیلی بیشتر به منطق و فلسفه طبیعت البته توجیه غیر قابل قبولی داره تحت اینکه کتاب حجم کمی داره، با اینکه میدونیم از همین در واقع آثار مقدماتی آثاری داریم که حجم بیشتری داره. کاملا باهاتون موافقم. بله این کاستی کتاب هست. بله. ببینید کتاب در سال 2005 نوشته شده و در فاصله این 18 سال واقعیتش اینه که تمام تحولات اصلی حوزه مطالعات علم منطق هگل توی 10-12 سال اخیر داره رخ میده. یعنی زمانی که بیزر این کتاب رو نوشت اصلا رویدادهایی که اخیراً رخ داده و جریان‌ها و تحولاتی که شکل گرفته قابل پیش بینی نبود. من میخوام یه ادعای یه مقداری بزرگ بکنم. نه تنها کتاب بیزر هنوز در پارادایم های تفسیری قرن 20 داره سیر میکنه، بلکه در این مورد تفاوتی نمیکنه که شما کدوم طرف به اصطلاح این جناح بندی قرار گرفته باشید. هر دو جناح آثار قرن 20 که کتاب بیزر یکی از آخرین اون آثاره، در این مسئله مشترکن که هر دو جناح در اون روح تفسیری قرن 20 از هگل دارن سیر میکنن. درگیر اون دیبیتی ان که من میخوام بگم که کتاب بیزر شاید اگر خودش هنوز اون شور و حالو داشت میخواست امروز بنویسه، به نظر من جور دیگه ای نوشته میشد. خود ایشون جور دیگه ای نوشته میشد. و حالا ناظر به این نکته آخرتون که فرمودید کار اساساً در یک روح قرن 20میه، میخوام بیام سراغ یه وجه دیگه ماجرا و یک نقص دیگه‌ای که بعضی‌ها در واقع به این کتاب اطلاق میکنن و اون هم نسبت این اثر با جریانات زنده هگل پژوهیه. توی این اثر نام چندانی از پینکارت و کسانی که در طرف مقابل بیزر در تفسیر هگل ایستادن به میون نمیاد. میخوام ببینم که نسبت این کتاب با جریانات زنده هگل پژوهی چطور هست؟ فکر میکنم اگر بخوام یه اظهار نظر قابل دفاعی بکنم، من در کل بیزر رو اولا فراتر از این اثر خاص، یعنی در تمامیت کارهاش و پروژه کاریش اساساً مفسر و راوی تا حد بسیار قابل قبولی منصف و اخلاق مداری میدونم. شاید یکی از دلایلی که به نظر میرسه بیزر در یک کتابی که خودش به صراحت میگه به عنوان یک کتاب درسی نوشته شده، بیزر دست کم خیلی به صراحت یا آنچنان که باید سخنی از مناقشات به میون نمیاره. دست کم اون وضعیتی که ما فکر میکنیم باید مجادله ها نمود داشته باشن و در کارهای دیگه‌ای ممکنه ببینیم اینجا نمیبینیم، شاید یکی از دلایلش این باشه. شاید. اما اجازه بدید یه نکته دیگر رو اضافه بکنم. کاستی دیگه کار بیزر که به نظر من خیلی اساسیه اینه که هر مفسری در هر حوزه‌ای وقتی درگیر مناقشاتی هست، اصلا برای در گرفتن یک گفتگوی پرثمر در اون مناقشه نه تنها باید نقطه آغاز رو یک کمینه‌ای از فهم همدلانه بذاره، بلکه افزون بر اون باید این وظیفه و این تکلیف رو برای خودش قائل باشه که تا حد ممکن به مختصات، ویژگی‌ها و درونه و محتوای رویکرد مقابل هم وقوف داشته باشه. بله. من فکر میکنم این مسئله کاستی بزرگ بیزره اساساً در این کتاب. یه جاهایی احساس میکنیم که بیزر اگر به صورت خیلی کلی و خیلی مجمل رویکرد مقابل رو نقد میکنه، من احساس میکنم که شاید آنچنان که باید و لازم هست تسلط بر این که اساساً رویکرد مقابل چی داره میگه نداره. بذارید یه جمله آخر رو هم بگم، بازی ادعا بکنم. امروزه دیگه در هیچ زمین فلسفه‌ای نمیشه بدون یک وقوف قابل قبول از هر دو
جناح‌های مختلف، تو حوزه‌های مختلف اساساً حرف قابل تأمل فلسفی زد. بله. یه سری هم به ترجمه اثر بزنیم. برای خود من ترجمه‌ام تقریبا یه وضع دوگانه‌ای داشت. یعنی به لحاظ علمی خب فکر می‌کنم هیچ آسیبی نداشته باشه متن، چون که توسط یکی از متخصصین این حوزه جناب دکتر مسعود حسینی انجام شده. اما خب دشواری‌هایی در بعضی معادل‌گذاری‌ها گاهن اثر رو از اون فضای مقدماتی خارج میکرد. حالا این فهمیه که من به عنوان یک کسی که مروری داشتم روی اثر دارم. میخواستم نظر شما رو در رابطه با ترجمه و جایگاه ترجمه اثر بدونم. بله، من اجازه میخوام یه نکته کلی رو فراتر از این اثر و ترجمه این اثر بگم. در واقع میخوام باور خودم رو با شما در میون بذارم درباره مسئله نقد ترجمه. من فکر میکنم که زمانی که یک متنی توسط یک مترجمی ترجمه میشه، زمانی که این ترجمه به پایان میرسه و به صورت یک متن تمام در یک زبانی عرضه میشه، بیان میشه، اون دیگه یه متنی که داره از یک زبان مبدأ به یک زبان مقصد برگردان میشه نیست. اون الان یک کل واحده، تبدیل به یک اثری در زبان مقصد شده. دیگه زبان مبدأ مقصد هم اگر اینجوری باشه که من فکر میکنم اینجوریه، به نظر من کمال خامی، کمال ناپختگیه که بعضن یک منتقدی بیاد و با باز کردن یک اثری فقراتی رو با اصل متن تطبیق بده. درست. و به صرف پیدا کردن ناهمخوانی هایی بین این فقرات بیاد و این اثر رو که یک کل واحده کلن تخطئه بکنه. یه بیان کوتاهی رو از استاد بزرگوار آقای رشیدیان عرض بکنم خدمتتون. ایشون در آغاز ترجمهشون از هستی و زمان تشکر کردن از کسانی که پیش از ایشون این راه رو رفتند، امثال آقای جمادی، آقای منای کاشانی و دیگران. خب این یک الگویی است برای اخلاق ترجمه به نظر بنده. یعنی ما هیچ وقت از صفر آغاز نمی کنیم، ما بر دوش گذشتگانمون وایسادیم. این رو از این جهت گفتم که بخش بزرگی از بی اخلاقی هایی که تو حوزه نقد ترجمه در این 2 دهه اخیر شاهدش بودیم به نظر من از این جنسه. من منکر چیزی به نام نقد ترجمه اصلا نیستم. من منکر بررسی دقیق ترجمه ها و به محک زدن ترجمه ها نیستم، ولی اون رو نباید با این کار اشتباه گرفت. خب از این موضوع کلی که بگذریم، درباره این اثر، با اینکه آشنایی من با این کتاب به 1-2 سال قبل از ترجمه فارسیش برمیگرده، موقعی که من داشتم به موضوع پایان نامه ارشد فکر میکردم تازه، ولی زمانی که این کتاب ترجمه شد، از زمانی که ترجمه شد من از این کتاب استفاده کردم. قضاوت نهایی من اینه که این کتاب زحمتی که آقای حسینی کشیده یک ترجمه قابل دفاع و قابل استفاده است. خب طبیعتاً خود ایشون در سالهای بعد از انتشار این کتاب کارشون خیلی پخته تر شده و این طبیعی، اما چیزی از ارزش‌های این کتاب کم نمی‌کنه، هم از لحاظ دقت و با اینکه شما اون نکته رو هم فرمودید، به نظر من خیلی جاها معادل گزینی‌ها هم معادل‌های سنجیده و اندیشیده. در کل ترجمه کتاب رو ترجمه موفقی میدونم. بسیار عالی، بسیار عالی. اما از همه اینها که بگذریم، یادآوری باید بکنم که هگل فردریک بیزر یکی از آثار سری The Philosophers انتشارات راتلج، مجموعه‌ای که ماهیتاً برای ارائه چشمانداز کلی به مهمترین فیلسوفای تاریخ طراحی شده و اینم مجلد هگل در واقع این سری. اساساً کار یه ماهیت مقدماتی هم داره علاوه بر اون ابعاد پژوهشی و تفسیری که صحبت کرد. جهت مقدماتی کار رو چقدر موفق می‌بینید؟ چقدر این کار برای شروع مطالعه هگل مناسب؟ نظر بنده اینه که با توجه به
نکاتی که گفتم در مورد جایگاه بیزر، تفسیر بیزر و ساختاربندی این کتاب، به نظر من میرسه که اگه در یک کلام بخوام پاسخ نهایی رو بدم، این کتاب همچنان یک کتاب مناسب به عنوان نقطه شروع برای خواننده‌ای که تقریباً برای ابتدا، برای اولین بار میخواد با هگل مواجه بشه، همچنان میتونه یه همچین کتابی باشه. اما خب رویدادهای 15 سال اخیر در هگل پژوهی به طور کلی به نظر من این نتیجه رو داشته که این کتاب دیگه نمیتونه کتاب یگانه‌ای برای ورود باشه. منظورم این نیست که زمانی بوده که این کتاب یگانه بوده. در هر صورت موقع انتشار خود این کتاب هم در 2005 آثار خوبی در حوزه هگل پژوهی به عنوان مدخل که مشهورترینشون کتاب خیلی قدیمی تر استیون هولگیت وجود داشته و کسان دیگه. اصلا حالا قید حجم رو اگر کنار بذاریم، کتاب استاد خود بیزر یعنی تیلور یک کتاب کلاسیک در این حوزه است. ولی منظورم این نیست. منظورم اینه که کفایت نمیکنه دیگه به هیچ وجه. در حال حاضر کتاب بیزر به هیچ وجه کفایت نمیکنه. یعنی شما باید آثار دیگه ای رو هم حتما، به اصطلاح شروع کننده تازه کار باید حتما آثار دیگری رو هم ببینه، بخونه. خوشبختانه توی این 10-12 ساله بالاخره مترجمین با اقبالی که به ایدئالیسم آلمانی نشون دادن آثار خیلی خوبی داره ترجمه میشه و در این حوزه دست زبان فارسی دیگه اونقدرها خالی نیست. زمانی که حسین این کتاب رو انتخاب کردن برای ترجمه که انتخاب بسیار خوبی بود، وضعیت اصلا اینطوری نبود. بله. در حوزه فارسی عرض میکنم. بله این کتاب من فکر میکنم هنوز سویه هایی داره، به رغم اینکه گفتم یه جورایی در حال و هوای قرن 20 داره نفس میکشه و در واقع حرفم این بود که ما دیگه تو اون حال و هوا قرار نداریم و ما اساساً اون دیبیت رو پشت سر گذاشتیم. ولی این کتاب هنوز من فکر میکنم که میتونه مفید باشه و میتونه کمک کنه. بسیار عالی. پس مطالعهش همچنان ضروریه. بله. اما کافی نیست. بله. خب ما با بیزر شروع کردیم، به نظرم ایده بعدی نیست که با بیزر هم تموم کنیم، چون که در مرورهای بعدیمون، اپیزودهای بعدی باز با شما همراه خواهیم بود و البته با اساتید و متخصصین دیگه این حوزه و اتفاقا سراغ سایر آثار بیزر هم که در زبان فارسی موجود هستن خواهیم رفت. اگر امکانش هست نهایتاً به ما بفرمایید که پروژه فکری خود بیزر غیر از اون وجه تخصصش در هگل چه هست و چه مختصاتی داره؟ بله، من فکر میکنم این سوال جای خیلی خوبیه که من اشاره‌ای به جایگاه متدولوژی و جنبه متدولوژیک کار بیزر بکنم. مقاله خیلی خوبی رو اخیراً یکی از اساتید به من معرفی کرد که ازشون سپاسگزارم، از بیزر خوندم. ایشون مقاله‌ای دارن در 2016 در راهنمای عرض بکنم که آکسفورد به فیلسوفیکال متدولوژی. بله. اونجا بیزر یک جورایی در واقع یک تصویری از اون آمال و غایات و آرزوهاش به ما نشون میده. اونجا بیزر خودش رو کسی معرفی میکنه که بیش از آن که بخواد حتی یک شارح، یک مفسر باشه، دوست داره یک مورخ فلسفه باشه و یک شأن خیلی خیلی حتی عمیق‌تری برای این مسئله قائله. اشاره کوتاهی بکنم. تو اون مقاله بیزر اول یک تقسیم بندی میکنه و عنوان اون مقاله هست، عرض بکنم که دفاعی از History of Ideas، دفاعی از تاریخ ایده ها. اونجا بیزر یک تقسیم بندی میکنه، میگه که تاریخ ایده ها به دو بخش تقسیم میشه، یکی تاریخ اندیشه ها، یکی تاریخ مفاهیم.
تاریخ مفاهیم رو باید کنار بذاریم، چون در واقع بیزر میگه تاریخ مفاهیم کاری با مفاهیم میکنه که فیلولوژی درباره ریشه شناسی در واقع میکنه، اینکه سیر تطور یک مفهوم در نسل‌های گذشته چی بوده. بعد بیزر میگه که تاریخ فلسفه رو ما باید در ذیل تاریخ اندیشه ها بذاریم، چون فلسفه در واقع اندیشه های یک فیلسوفه، تاریخ اندیشه های یک فیلسوف یا تاریخ اندیشه های یک مکتبه. بعد بیزر یه روایت، یک داستانی که مربوط به یک واقعه در نیمه قرن 20 در انگلستان، یک داستان جالبی رو تعریف میکنه و از تعبیر طلاق استفاده میکنه. طلاق جدایی و انفکاک بین دو روی کردی که برخوردشون یه جوری بود که انگاری حتی از همدیگه خبر هم نداشتن و در حالی که فاصلهشون 60 کیلومتر بود، یعنی رویکرد دانشگاه کمبریج و رویکرد دانشگاه آکسفورد، و این دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد در حوزه‌های مختلف این قصه رو دارن. بله. خیلی جالبه، خیلی مسئله جالبه است. بیزر میگه که توی قبل از نیمه قرن 20 استرابسون میاد یک پروژه‌ای رو کلید میزنه و اون هم رها کردن کانت از تاریخ فلسفه است. یعنی خوندن کانت بدون اصلا وارد کردن زمینه‌های تاریخیش. در مقابلش توی کمبریج، یعنی استرابسون در آکسفورد، در مقابلش تو کمبریج عرض بکنم اسکینر مشهور که از نظریه پردازان متدولوژیه، ایشون جهت مخالف رو میره، یعنی در تلاش میکنه که تاریخ رو از فلسفه خلاص بکنه و رهایی ببخشه. به طور خلاصه بگم بیزر حرفش اینه که مسئله برمیگرده به پارادوکسیکال بودن و تناقض آمیز بودن خود مفهوم تاریخ فلسفه. یعنی شما دو سمتی رو دارید که این دو سمت از یک طرف میخواد پاش روی رئالیته باشه و سمت مقابل میخواد پاش روی ایدئالیته باشه. در واقع ایده اساسی این کتاب هم، و من فکر میکنم همچنان بست پیدا میکنه در شیوه و روش تاریخ نویسی بیزر، اینه که چجوری ما میتونیم تاریخ فلسفه‌ای داشته باشیم بدون رها کردن یا فروکاستن یکی از این دو جنبه ها به دیگری. یعنی یا شما، حالا در این کتاب فکر میکنم تعبیر تحلیلی و تاریخی یا هرمنوتیکی اگه اشتباه نکنم، ولی اینجا اصلا این رو به کار نبره. اینجا از همون تعبیر تاریخی و فلسفی استفاده میکنه تا بتونه نشون بده که در خود اصطلاح تاریخ فلسفه این مسئله وجود داره. پروژه حرفه‌ای بیزر تبعیت کردن از چیزیه که خودش مبدأ اون رو جریان اندیشه تاریخی گرای آلمان میدونه. یعنی اون مکتب تاریخی آلمان که آدمای بزرگی درش وجود دارن و یکی از آثار بیزر به طور مبسوط به اون دوره میپردازه، به اندیشه تاریخی گرایی میپردازه. اون یه الگوییه برای بیزر در نوشتن تاریخ ایده ها و تاریخ فلسفه. در واقع در یک کلام اگه بخوام بگم، بیزر میخواد فردیت یک فیلسوف یا یک جریان اندیشگانی رو با سویه کلیت اون در یک کلی انضمامی جمع بکنه. اینکه چقدر موفقه نیاز به زمان بیشتری هستش. بله، ما هم قطعا برمیگردیم به آثاری که در زبان فارسی از بیزر داریم و سراغشون خواهیم رفت و مرور میکنیم اونها رو. جناب محقق عزیز لطف فرمودید، ممنونم بابت ارائه دقیقتون. من خیلی استفاده کردم و مثل همیشه از شما یاد گرفتم. امیدوارم که باز هم بتونیم مرورهایی از این دست با سایر متخصصین این حوزه هم داشته باشیم. من خیلی ممنونم از شما. لطف کردید. سلامت باشید. من هم متقابلا از جناب عالی، همچنین از مدیریت محترم مؤسسه لوگوس بابت دعوتشون و اینکه این فرصت رو به بنده دادن تشکر میکنم. برای همه عزیزان آرزوی سلامتی دارم. بزرگوارید، باعث افتخار. خب ما بنابراین در مرورهای بعدیمون سراغ رمانتیسم آلمانی و پس از هگل، دو اثر مهم دیگر بیزر که در انتشارات ققنوس منتشر شدن هم خواهیم رفت و اونها رو مرور میکنیم.